اظهارات جنجالی نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار. فرامرز توفیقی، نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار، طی یک اظهارات جنجالی و ادعایی بزرگ اعلام کرد که هیچ یک از نمایندگان کارفرمایی حاضر در شورای عالی کار کارفرما نیستند. ایشان اعلام کرد این افراد که به عنوان نماینده کارفرما در شورای عالی کار حق رأی و امضا دارند هیچ کدام کارفرما نبوده و گرداننده بنگاه‌های اقتصادی نیستند. تمامی این افراد از طرف وزارت کار و دولت منصوب شده اند و لاجرم حرفهایشان هم حرفهای دولتی ها می باشد. با این اظهارات فرامرز توفیقی، ساختار و تشکل شورای عالی کار زیر سوال رفته و حتی رأی گیری که در خصوص مصوبه مزد 1403 انجام شده است قانونی نیست. وزیر کار میبایست فوراً پاسخگو باشد و نامه ها و مجوزهای قانونی انتخاباتی افرادی که به عنوان نماینده کارفرما در شورای عالی کار هستند را منتشر نماید.